یکی از چیزهای دیگه ای که مؤثر هستش برای ایجاد آرامش این هستش که در لحظه اکنون زندگی بکنیم دوستان من. شما فکر کنید اینو واقعیت درمانگرا خیلی اصرار دارن، گلاسریا، ویلیام گلاسر مبدع این نظریه است، در لحظه اکنون زندگی کردن خیلی جدی است برای ایجاد آرامش. اون چیزی که ما رو کلافه میکنه یا حسرت گذشته است، کاش که اینجوری میشد، کاش که این نمیشد، کاش، یا دلشوره این که نکنه فردا اینطوری بشه و آینده اینطوری بشه. الان که باری نداره خودش، اکنون که بار نداره. خب اینو باید مواظبش باشیم. ببین شما فکر کنید که من از اینجا زندگیمو شروع میشه، اینجا تمومش میکنم. مثلا از اینجا شروع میکنم، پیش رضا زندگیمو رو تموم میکنم. قبوله؟ فکر کن که همینجوری که دارم میرم میرسم به این چه میدونم این حوض کوچولوی قشنگ و این حرفا، دلم میخوادش ولی بهم نمیدن، میگن مال تو که نیستش که. اینو فکر کنه این یه بسته‌ای بشه، یه کوله‌ای بشه، یه کیفی بشه بیفته رو کول من. بهم ندادن ولی میخوام برم زندگی بکنم، ولی که افتاد رو کول من، کمر منو خم میکنه، میخوام برسم پیش رضا ولی کمرم خم شده. حالا میرسم به یه چیز دیگه که دلم میخواد. یه آدمی ممکنه باشه، یه شیئی ممکنه باشه، ماشینی باشه، چه میدونم، یه چیزی که دوست دارم ولی ندادن بهم. خب ناکام شدم. اینو فکر کنیم بندازم دوباره رو کولم، اون ناکامیه، اون انرژی منفی که ایجاد شده به خاطر نرسیدن اون چیزی که میخواستم دوباره بیفته رو کولم و کمرمو خمتر میکنه و دوباره میخوام برم پیش رضا. دوباره فکر کنید همینجوری که هی دارم میرسم پیش رضا و تا برستم که اون آخر عمرم میرسم به اون رضا، میگه هی دوایی چقدر شکسته شدی، چقدر خمیده شدی. چرا؟ چون هر چی که تو گذشته برام اتفاق افتاده انداختم رو کولم، دارم با خودم میبرم. در گذشته زندگی کردن مثل اینکه با آینه عقب، این آینه‌ای که جلوی ماشین است، میگن آینه عقب دیگه. چرا؟ چون عقب داره نشون میده. شما فکر کنید من همش اینو نگاه کنم، این آینه رو نگاه کنم بخوام میشه؟ حتما میرم تو دره، نه تصادف میکنم. اگر بخوام همشون عقب رو نگاه بکنم، یا اگر بخوام اون دور دورا رو نگاه بکنم که این چاله این جلو رو نبینم، چه در گذشته زیاد بمونیم چه در آینده زیاد بمونیم، این اضطراب آوره. اون چیزی که اضطراب میاره هم حسرت گذشته است، هم دلنگرانی آینده. اکنون امیرالمومنین علی علیه السلام عزیزمون خیلی قشنگ این رو رسم کردن که میفهمن آنچه گذشته هست کجاست. اونچه که گذشته هست کجاست؟ نیست. آنچه که نیامده است کجاست؟ پس برخیز و دریاب فاصله بین دو عدم را. پس برخیز و دریاب فاصله بین دو عدم را. گذشته دیگه نیست، آیندم نیست، الان رو مواظب باش. ببین این شوهر قرقروم و عشقه، این بابام که چقدر ایراد میگیره همین الان اینو عشق است، همین بچم، همین لحظه الانمون، همینایی که داریم و مواظبش باشیم، نه اینکه کاشکی داشتم و کاشکی نداشتم.